به آسمون نگاه میکنم دنبال یه نشونه، آروم میپرسم کسی اسم منو میدونه، آیا کسی صدای منو میشنوه؟ بین شک و ایمان گیر افتادم تو دل چرخ زمونه، دنبال جواب رفتم ولی میمونم هر دفعه با یه عالم سوال مثل یه دیوونه. دنیا میچرخه هیچ کس نگهش نمیداره، میپرسم آیا کسی هست که بهش آدرس و مسیر رو میده، یا فقط ذره ای هستیم تو دل یه زمان که نه اول و نه آخر داره. و با قصه هایی که میگیم تا نترسیم از این دنیای وحشی دیوونه. حقیقته یا فقط یه توهمه، یه صدای درونمه یا یه وهمه. وقتی میافتم که دستم و میگیره، یا خودم بودم همیشه که منو بالا میکشه دوباره. کسی هست یا فقط فکر منه که امید میده وقتی چیزی نمونه؟ شاید خدا فقط نوری در من و نوع بودن منه، یا چیزی فراتر که نمیدونم چیه. یکی میگه توی هر دو زنده است، یکی میگه هیچی نه اونجا و نه اینجا و هیچ جا نبوده و هست. بین علم و یه حس آروم و عمیق دنبال را میگردم، ولی مقصد هنوز مبهم و تاریک. ولی وقتی عشق و حس میکنم واقعیه، آره ولی وقتی عشق و حس میکنم واقعیه. بیشتر از یه شانس، بیشتر از یه فرضیه، شاید حقیقت نه سیاهه نه سفید، شاید و فقط شاید در نوع بودن منه. یه چیزی بین این دوتاست که هیچ کس کامل نمیبینه. حقیقته یا فقط یه توهمه، یه صدای درونمه یا یه وهمه. وقتی میافتم که دستمو میگیره، یا خودم بودم همیشه که منو بالا میکشه دوباره. که ما رو میسازه فرقی نداره که میگن هست یا نیست، مهم جستجوی من و نوع بودن منه. آره من دنبال اون عشق و نورم و شدن اون عاشق و نورم همین. آره فرقی نداره که میگن هست یا نیست، مهم جستجوی من